همه جا را کابید. انا اونجا هرم کابید. گوش کنید سردار، با خدا تو در این باغچه چیزی رو پیدا کردن نمیتونی. در اینجا چیزی نیست. این کار با تو چی لازم است؟ ببین مرا در نزد همه شرمنده میکنی. این کارو کردن با تو چی لازم است نمیفهمم. کار میکنی آی برادر؟ ما نان رو در جاش، آی برادر در جاش گذار. در آنجا چیزی نیست. آنجا کمرخانه است. تمامی کهنه کلاهای ما رو آنجا میگذاره. چیکار میکنه ما؟ الیاس چیکار میکنه؟ الیاس چیکار میکنه؟ الیاس اگر یگان چیز پیدا کنه چیکار میکنه؟ اگر آنها با سگ‌هایشون از یوسف یگان چیز پیدا کنه، ما چیکار میکنیم؟ محو میشویم. چیکار کنیم الیاس؟ ما محو شدیم، نابود شدیم. چیکار کنیم؟ نمیدونم نورا، نمیدونم. تو چی کار کردن میخوایی؟ چی کار میکردم؟ به افسون زنگ بزنم. جسد در زیر زمین بعدی چقدر وقت میپوسد؟ بعدی چقدر وقت آن را شناختن نممکن است. اوف مادر، چرا نمیگذاری که من تحقیقات خودم رو بگذرونم؟ گوش میکنم مادر جان. افسون چی کاره که حالا نداشته باشه همش رو گذارو با اینجا بیا. باز چی گپ شد مادر؟ چی شدنش رو نمیدونی؟ آن اسماعیل گفتم این پلیسی شناست هست کو. یک عالم ماشین و آدمانش رو گرفته با سگ‌های بویگیر و بولدوزر با اینجا آمد. تمامی خانه رو چپا و راسته کردن.